بفرمایید. خداحافظ. یک پروژه ایجاد میکنیم برای قدم اول. میایم اینجا ناشتا میکنیم نبراس اکادمی. ریکورد کرده بایستیم بر شما. نبراس اکادمی. بک‌گراند میتیم برای دیزاین خود. از اینجا ایره بولد میکنیم خط خود و انتری میکنیم. یک تیبل میسازیم. آیدی، نیم، اف نیم، جاب، سالری، اوور تایم، توتال، فوتو، ایمیل، فون، جندر، marital status، خب current living نقطه میگذاریم. living permanent living documents employee documents. به این شکل هر آن چیزی که در یک تیبل ضرورت میشه تو به حیث کامپیوتر کار یا مدیر دفتر باید انتری بکنی که تیبلت مکمل شود. من فعلا به گونه مثال یک مقدار محتویات را اضافه کردم که برای محتویات من انتری میکنم و اینجا میایم 1 2 شماره 2 را که دادی هر دوی از زیر انتخاب میکنی. دیش میای اینی علامه به این شکل تغییر خورد، باز پایین کش میکنی شماره را براتون مسلسل برات میندازه. ناشتا میکنیم. فواد، طاهر، وحید، رفی، سخی، نجیب، عمر. نام پدرش هم این شکل نوشته میشه. وظیفه های زیر نوشته میکنیم. منیجر، اچ آر، ریسپشنیست، گارد، کوک و غیره. هر آن چیزی که هر آن پوزیشن هایی که در یک دفتر موجود می باشه برای نفر ارتباط از روی وظیفه نفر نوشته میشه. اینجا معاش برش میگذاریم. ما به خاطر این هر دوی زیر انتخاب میکنم، کش میکنم تا زیر تطبیق شود. اضافه کاری برشان ایجاد میکنیم 2000 و تا پایینی را هم کش میکنیم. یک فرمولی وجود داره مساوی سم. شفت میگیری، نور میزنی، قوس شروع میشه. عدد اولی را انتخاب میکنی، کاما میگذاری، عدد دومی را انتخاب میکنی، باز شفت گرفته صفر را فشار میدی، شفت قوس بسته میشه، انتر میکنی. یعنی دو عدد یا چندین عدد میتونه جمع کنه. فوتو عکس نفر را میخوایم که دسترسی داشته باشم. مجرد که سر نام نفر کلیک میکنم عکس نفر را بر من بیاره. کنترل دی از سلکشن میبره. اگر کامپیوتر شما کار نمیکنه بفهمید که کیبورد وصل بکنید، کنترل دی از چیز میبرایم از سلکشن و در این صورت میایم وصلش میسازیم، لینک میکنیم. اینجا عکس نفر انتخاب کنیم. جایی که عکس نفر ذخیره کرده بودی کجا هست؟ در کجا هست عکس نفر؟ در اینجا نیست. در درایو دی میرم، عکس نفر رو پیدا میکنم کجا ذخیره است.
فکر کن اینمی عکس نفر است، میل انتخاب میکنم اوکی. دیگه شم میایم اینجا انتخاب میکنم، میگم عکس نفر دی وصل بساز. خب در او فولدر با نامش نوشته میکنی، با نامش میمانی. البته هر وقت که تو خواسته باشی میتونی باز سر نامش کلیک کنی، اون نفر در لینک شو. البته اینو انتخاب کنیم و بعدش اوکی میکنیم. خب اوکی میکنیم، لینک شد. هر زمان سر نام نفر کلیک بکنی عکس بر تو ظاهر میشه. ببین سر نام نفر کلیک کردیم عکس نفر ظاهر شد به این شکل. ایمیل آدرس، نام ایمیلش نوشته میکنیم فواد. میشه بعد از ختم ما به خاطر دادن ماش یا کدام مسائل دیگه او را آگاه بسازیم. ایمیل آدرسش نوشته میکنیم اینجا @gmail.com. و این معلومات ها را تو میتونی عین زمان از پیش نفر معلومات بگیری. ما به گونه مثال اینجا کار میکنیم. فون نمبر یعنی 0702 رقمی شما تماسش میندازیم. جندرش میتونیم ما اینجا یک چیز استاندارد می باشه. بعضی چیزهای استاندارد ما به یک شکل استاندارد کار کنیم، چرا که او تغییر نمیخوره. ما اینجا به یک سیستم استاندارد، به یک سیستم معیاری کار میکنم. اینجا میل فیمیل این هر دوی از این یک لیست قرار میتم. هر دوی از این یک لیست بیایه. وقتی که خواستم میل بود میل انتخاب میکنم، فیمیل بود فیمیل انتخاب میکنم. این منطقه را انتخاب میکنم تا جایی که اینمی عملیه صورت بگیره. متوجه باش. در دیتا میایم، در منوی دیتا میایم. در منوی دیتا که آمدم اینجا دیتا والیدیشن وجود داره. اینجا دیتا والیدیشن. در دیتا والیدیشن داخل میشم، از بین از این لیست انتخاب میکنم. لیست که انتخاب کردم اینجا سورس وجود داره. سر سورس کلیک میکنم. وقتی که در اینجا کلیک کردم این از این دو دانه بیایه. اینمی دو دانه بیایه. وقتی که اینجا کلیک میکنم در جای خالی که انتخاب کردم اینمی دو دانه بیایه. اینا میگیریم اوکی. حالا ببین یک چیز استاندارد است. یک خود از یک لیست واری میایه. لیست یک چیز استاندارد است. هر زمان تو میتونی ایرا به این شکل ببینی تا جایی که تو او را لیست انتخاب کردی. بغیر از اون در دیگه جای نمیایه. ببین که در دیگه جای نمیایه چیز. این به خاطر از استفاده میشه چیزهای استاندارد اینا به یک شکل استاندارد کار شود دیگه. از این خاطر ماریتال استیتوس هم این هم یک چیز استاندارد است. میشه این را هم استاندارد قرار بدیم. سینگل مریت انگیجد. این جای خالی را انتخاب میکنیم تا جایی که اینمی کار صورت بگیره. بعدش اینجا میایم دیتا در منوی دیتا اینجا میایم دیتا والیدیشن. سر از این کلیک میکنم، از بین از این لیست انتخاب میکنم. از بین الاو لیست انتخاب میکنم. در سورس کلیک کردم اونمو منطقه که من اضافه کردم اون را انتخاب میکنم. اگر کدام چیز بعدا هم اضافه کردی باز یک خانه اضافه کو که دمینجا انتری کنی باز در لیست اضافه میشه اتومات خودش. این را اوکی میکنم. ببین حالا در اینجا اونمو سیتایی که اینجا انتخاب کردی هر زمان اینجا میآید. در این فیلتر هم کلیک کردی میآید. در هر منطقه کلیک کردی این میآید. اینجا یک چیز استاندارد هست. کارت لیوینگ خوب مشخص سکونت فعلی از این نوشته میکنیم کابل. دیگه پرمننت لیوینگ سکونت دائمی از این نوشته میکنیم این هم کابل. و دکومنت اسنادهای کارمند، یعنی اسنادهای کارمند ما اینجا قرار میدیم. یعنی اسنادهای کارمند اینجا اولا خود کامپیوتر کپی میکنیم، پیش خود ذخیره میکنیم در درایو، بعدا لینک میکنیم. در اینجا پیست میکنیم. سر نفر کلیک میکنیم اسنادهای مربوط به فواد بیایه. البته اسنادا را به نام فواد ذخیره کرده باشی. فکر کو در اینجا من یک فولدر جور میکنم، داخل از این موادهای فواد اسنادهای فواد فارسی نوشته میکنم. در اینجا اسنادهای فواد درست است. داخل از این من همین اسنادهای از این اضافه میکنم. به گونه مثال اینا فکر کو اینمی اسنادهای از این کپی میکنم و در درایو دی میایم اینجا مربوط به فواد اینو انتخاب میکنم. اینجا میایم در سر فواد کلیک میکنم. در منوی انسرت آمده لینک میکنم. بعد از اینکه لینک کردم در درایو میایم. اینجا منوی درایو باز میکنم. اینجا اسنادهای فواد من سر فولدر انتخاب میکنم. سر فولدر کلیک میکنم اوکی. هر زمانی که سر فواد کلیک میکنم اما فولدری را باز میکنه که داخل از اون
مواد یعنی اسنادهای فواد جابجایی ساخته بودم. کلیک میکنم چیزی که مربوط به فواد باشه در داخل از این برنامه اینجا میاد. فهمیده شد؟ درس تو از این تیبل تا اینجا بود. خب انسرت هم یک مقدار باید درس میتم. اینو ذخیره میکنم این فایل. هر وقت یعنی پیش از کارت باید پروژه تا ذخیره کنی چون احتمال خراب شدن زیاد هست. اینو ذخیره میکنم دیتا انتری. خب این یک پروژه بود و هر دوی از این تیبل با کلی انتخاب میکنم. آن یک دیزاین برش میتم. در منوی هوم میایم اینجا تیبل فرمت وجود داره. از تیبل فرمت یکی از این استایل ها را انتخاب میکنم بر تیبل خود. اوکی. بعد از اینکه این را انتخاب میکنم دیزاین دیگه هم برش میتم. در منوی پیج لیاوت. در منوی پیج لیاوت میایم اینجا داریم دمز. از اینا هم استفاده میکنم. اینا هم مقبولتر و برجسته تر میسازن تیبلتانه. میتونین از اینا هم کار بگیرین. و بعدش در منوی هوم آمده میتونین ایره تیبل بتین. چهار طرف از ایره باردر بتین. میگه میره آل باردر. میره آل باردر. اینا رو امی فلترایش از بین میخوایم ببریم. فلترایش در دیزاین میایم ایره کنورت میکنیم. کنورت تو رنج. درست است؟ کنورت تو رنج. اینی تیبلت آماده شد. حالا نوبت چاپ آمد. حالا ایره میخوای چاپ بکنید. درست است؟ ایره میایم در فایل مینو. در فایل مینو آمده اینجا پرینت وجود داره. ایره میخوایم چاپ کنم. حالا ببین این وقتی که چاپ میکنم یک مقدارش میاد یک مقدارش نمیاد. باز به این شکلی نمیشه. غلط میشه. باید ما او را مکمل باید چاپ کنیم. به خاطر از این صفحه ما فعلا لندسکیپ نیست. لندسکیپ باید بکنیم. میره صفحه خود در پیج لیاوت آماده اینجا فعلا لندسکیپ بکنیم. لندسکیپ کردیم یک کم صفحه ما بزرگ شد. باز میایم ببینیم که در کدام حالت هسته. بازم یک مقدارش نمیاد. درست است؟ یک مقدارش نامده. درست است؟ اینا باید ما چی کنیم؟ خب برابر شود. یعنی تمام محتویات یک تیبل در یک صفحه بیاید، در یک ورق بیاید. اگر تا دو ورق بیاید خب او راپورت غلط میاد. اینا رو باید چیکار کنیم؟ در منوی ویو میایم. منوی ویو میایم. در اینجا پیج بریک انتخاب میکنیم. در پیج بریک فعلا چی گفته شده؟ یک پیج 1 پیج 2 گفته شده. اینمی خط تا آخرش کش کن. تا آخرش در این منطقه را کش کن. درست است؟ تا این منطقه را کش کردی آن میایم در صفحه نرمال انتخاب میکنیم. پیج لیاوت صفحه نرمال انتخاب میکنیم. بعدش در فایل آماده میایم اینجا. فعلا موادات با کلی صحیح منظم آمده. درست است؟ صحیح مکمل در یک ورق آمده. آل کمبوتی چی است؟ آل کمبوتی عنوانت غلط است. عنوانت غلط است. باید عنوانت به این شکل نبیاید. عنوانت مکمل مطابق به صفحه باید بیاید. اینمینا را ورد داد از اینجا. خب من عنوان کش میکنم از اون خاطر این جای میگیرم. اینه در این منطقه قرار بده. کنترل زد میکنم. اینه کنترل اکس میکنم. اینه کات میکنم. از اینجا میوردارم در منوی هوم. اینجا کات است. خب کات قیچی را میگیری کات است. اینجا پیست میکنیم. از اونجا انتخاب دادم. اینه تا ختم تیبلت انتخاب میکنم. عنوان باز مرج میکنم. مرج اینجا مرج است. خب مرج میکنیم. اینا مرج کردیم. باز ببینیم که در کدام حالت قرار داریم. پرینت میکنیم. برابر شد. عنوانت برابر به محتویات تیبلت شود. این خلاص شد. دیگه چی کمبودی است؟ دیگه در پیج لیاوت میایم. در اینجا پیج استاپ. در پیج استاپ آماده اینجا مرج وجود داره. این مرج باید از دو طرف در بین بیاید. دو طرف از دو طرف صفحه محتویات در بین صفحه بیاید. اینا ورد هوریزونتالی انتخاب میکنیم. هوریزونتالی. ببین هوریزونتالی انتخاب کردیم. میره اوکی. در فایل مینو باز بیاید. پرینتش میکنیم. از دو طرف در بین میاید. اوش کده باشه که این در بین نبیاید. این باز بد معلوم میشه. بین ورتیکالی افقیش باید پایین نبیاید. این رقمی. این شکلی نبیاید. این انتخاب نکن اینی را. چون این محتویات بسیار کم است. از اون خاطر این رقمی نباشه. سعی کن این رقمی میاید. این رقمی نبیاید. باید در بالا بیاید. چرا که این منطقه به خاطر از اینکه خالی میاد چون مواد نیست در او. پس همینجا میایم در پیج لیاوت پیج استاپ و مرجن انتخاب میکنیم. ورتیکالیش غیر فعال میکنیم. اوکی. اینی هم یک تیبل دیتا انتری را میشه به این شکل آماده بکنیم. در یک دفتر تمام محتویات خود بر روی تیبل انتری کرده میتونیم. درست است؟
و درس ما امروز یک پروژه بود که کار کردم. خب این را کار کردیم. درستان در اینزرت بود. خب خیر. تا کجا رسیده بود در اینزرت؟ تازه میخوایم شروع کنیم. منو اینزرت. فیو تیبل چی هست؟ فیو تیبل از طریق از این میتونیم تیبل خود یعنی یک تیبل جور کنیم. در فیو تیبل میایم انتخاب میکنیم. در اینجا میایم میگیم برای چی تیبل جور شود. اول انتخاب میکنیم نام، بعدا جاب، بعدش اوورتایم، توتال اوورتایم سالری. ببین یک تیبل جور کردیم. سیکو فواد منیجر است. اینی معاشش است و اینی اضافه کاریش است و اینی هم معاشش است. اینی که اصلا جمع معاشش است، اینی اضافه کاریش است و اینی هم صرف تیبلش است. درست است؟ نجیب چی است؟ نجیب منیجر است. اینی معاشش همراه با اضافه کاریش معاشش است و صرف اضافه کاریش است و صرف معاشش است. و در دفتر معاش چند نفر هست اینجا؟ چقدر معاش میشه با اضافه کاریش؟ 1,96,000 اضافه کاریش 14,000 صرف معاشش 1,82,000 افغانی بسته از کارمندای معاشش میشه. و اینی تیبل. پس می‌بینید در این زد این ریکومند تیبل چی هسته؟ ریکومند یعنی این بر پیشنهادی بر تیبل میته که بدون دیزاین تو این کارا میکنیم. من این انتخاب میکنم تیبل خود به این شکل تا این محتویات انتخاب میکنم. ریکومند تیبل انتخاب کرده. از کدام استایل تیبل میخوای کار کنی؟ از این استایل یا از این استایل؟ اینا استایلای هستن که ما استایل اول انتخاب میکنم. اوکی منتها باز فرق میکنه. هر استایلی که انتخاب میکنی با مو استایل باز تیبل تغییر میکنم. جاب انتخاب کردم اوورتایم سالری. بعدا نامش انتخاب میکنم. حالا اینا انتخاب کردم. در انتخاب کردن اشتباه نکنی. هر رقم انتخاب نمیشه. خواه هر وقت که در اینجا آمدی به این فکر باشه که آیدی را انتخاب کنی، نیم انتخاب کنی، به این شکل منظم انتخاب کنی تیبل جور شد. نه جور نشد. سعی کنی خراب آمدی. این رقم تیبل تجزیه نشد. تیبل به خاطر از این گفته میشه که تو تجزیه میکنی کارت آسان شوه. از اون خاطر تیبل جور میکنی. اینا را کلش غیر فعال کن. چه رقم تجزیه میشه تیبل؟ خب اول توتال انتخاب میشه. درست است؟ اول نیم انتخاب کو، بعدا توتال، اوورتایم، سالری، جاب. بازم اشتباه شد. اینا غیر فعال میکنیم. توتال، اوورتایم، سالری، جاب، نیم. صحیح شد؟ به این شکل انتخاب کو. حالا چی معنا داره انتخاب کردن؟ میگه در بخش کوک، در وظیفه کوک یک نفر کارمند داریم. صحیح است؟ ما همراه با اضافه کاریش یعنی 30,000 افغانی معاش میگیره. اضافه کاری از 2,000 افغانی هست. صرف معاشش 28,000. گارد یک نفر داریم رفیع هست. اچ آر 2 نفر داریم عمر و طاهر هست. یعنی با اضافه کاریایشان جمع شده گستن معاششان یعنی یکیش 24,000 یکیش 34,000. هر دو را جمعش معاش چند میشه؟ 58,000. و این اضافه کاریشان جمع هر دویشان 4,000 و معاششان جمع هر دویشان معاششان 54,000 افغانی. از مجموع دفتر چند میشه؟ اینی قدر. این یک تجزیه میکنه. درست است؟ تیبل بود ریکومند تیبل. حالا تیبل چی هست؟ تیبل میخوایم که اینمی را تیبل بسازم. بر فیلم خود تیبل شدگی است. من را کپی میکنم. در شیت بعدی میایم پست میکنم. این را در منوی هوم دیزاین از این را پاک میکنم. فرمتش پاک میکنم. امیر تیبل تو جور کردی. حالا میخوای را دیزاین بتی. یک تیبل جور کنی. حالا تیبل جور نشده. انتری کردی تیبل جور نشده. تیبل جور کوی را. در تیبل میایم اینجا میگم تیبل انتخاب میکنم میگم اوکی. حالا تیبل جور شد. حالا این را میگه تیبل. اینی را تیبل جور میشه. وقتی که تیبل جور کردی فیلتر داره. فیلتراش از بین ببر. خب فیلتراش این از این در دیزاین میای کانورت تو رنج میکنی. خب کانورت تو رنج میکنی فیلتراش از بین ببر. این حالا تیبل جور شد. و illustration یعنی دیزاین ترتیبات عکس و دیزاین و تمام کارهایی که به حساب دیزاین کار میشه در illustration هست. ما اگر در illustration میایم اینجا پیکچر از طریق پیکچر میتونیم ما یک تصویر یا یک لوگو یا عکس در داخل پروگرام اکسل بیاریم. در اینجا میایم
جای عکس خود انتخاب میکنیم. در کجا عکس است، عکس پیدا میکنیم. این باز اوکی میکنیم، عکس ما در اینجا آمد. درست است؟ این شکل عکس میتونیم از طریق پیکچر عکس بیاریم در داخل اکسل. و آنلاین از طریق اینترنت هم میتونیم بیاریم. شیپ، اینا شیپ هایی هستن که میتونیم از طریق شیپ ها هر آن ضرورت هایی که در اکسل میشه انجام بدیم. یعنی اینا شیپ ها هستن، شیپ های اکسل هستن. اینا میبینید هر علامتی که اینجا ضرورت داشته باشید در داخل از اینا موجود است. اگر تو فرض مثال یک عنوان میخوای در داخل چوکات نوشته کنی، باز اینا انتخاب میکنی، رایت کلیک میکنی، رسم میکنی. وقتی رسم کردی رایت کلیک کو، اینجا اد تکست کو، در داخل از این نوشته کو هر عنوانی که تو میخوای عنوانت به این شکل. وقتی که نوشته کرده عنوانت میخوای تنظیمات بکنی، در منوی هوم بیا، ایرا در بین قرار بده، ایرا بالدش کو، هر دیزاینی که میتی به این شکل میتونی ایرا تو از فرمت هم بکنی. در اینجا دیزاین هایش هست که میتونی از این فرمت ها هم استفاده بکنی. دشی و این آیکن است که میتونیم یک آیکنی را برای شیت خود میتونیم بیاریم از بیرون از اکسل. میتونیم یک عکس باشه، هر آن چیزی که باشه. و 3D مدلینگ بس سمیقه. خب درس ما برای امروز سمیقه کافی است. ادامهش فردا میخوانیم.